کم خلای این محیط بد میبینن و مجبوری خیلی اموجا هسته. امروز شما در روی آدم میتونین گفته کی برادر گوش که من تمام معقول نیستی. شما دوخ ندارین بگین کی گوش که امی گپای تمام معقول نیستی خیلی دفش ایجا. ای روز سپاس شما کارای میکنین که شما میخواین. اگه ای روی آداب ایجاتی آداب نبروه. یک پرابلمای کلان چیه؟ شما در محیطی هستین که در اصل اما محیط بد میبینین. کیم خلای این محیط بد میبینن و مجبوری خیلی اموجا هسته. تو یعنی در کودکیتون شما میتونستین در محیطی باشین که شما در معقول نیسته. کی باید چای کی مهمونی نمیفریدکتون در کودکی میگفته او چامون نفریده است ما پیش در روش گفته میتونستین. امروز شما در روی آدم میتونین گفته کی برادر گوش که من تمام معقول نیستی. شما را پس میزنن تا شما اینترنت هوی میکنین یا که درس میرین شما دوخ ندارین بگین که گوش که امی گپای تمام معقول نیست خیلی دفش ایجا کی دوخ نمیکنم خیلی گفت شما چی بهانه میکنین نه اخی او دیگه ای درس دیگه ما برای چی درس رفتستی برای که میخوام این کاریت نباشه تو ما وعده میتم که دیگر ای جهت اثبات کنی زندگی نمیکنم شما در کودکی یگان کس در یگان چی اثبات میکردین چیزی که میخواستین اثبات میکردین یا نه میگفتین خیلی تیموز من در همین چیز نه بخر میگفتین تمام من میخوام برای چی برای که من میخوام پروست من میخوام ای روز سپاس شما کارای میکنین که شما میخواین اگه ای روی آداب ایجاتی آداب نبروه فهمیدین تو چیزایی که شما میخواین درس رفتن برین میخواین ماشین قیمت خریدن بخرین میخواین سیاحت کنین کی مثال даже ای آفیس میبروه ای جای کاری خودش میبروه در شاگرداش اچات میسپره که کجا رفته استی برای چی رفته استی شما داش دوخ ندارین پروستا ببروین برای که من پروستا میبرم مثال کی ایزا میکشه ای شاگردای خودش ده کمتر کار کنه هستم خودم دست بردارین خوشروتر کمتر کار کنه که یکی با نگن که این رئیس ما چی با کم کار کرده است ای مودا بیا 3 minut وقت اول گپ میزنه بعد مینویسین просто ози гап занед чашмотон намахкам кинед просто қайтон гап мезанед қати хитон кудакитон ман туда мегум ки ман туда мехом гуфтан ман айта бахшиш мепурсам и ман туда ваъда метиҳам 3 дақиқа вақт